داداش حواست باشه به جای بنزین هوا نزنی داخل خودرو. طبق گفته تمام کارشناسان ملت شریف ایران دارن 12% هوا میزنن داخل باک. حالا چرا؟ نازل جایگاه 3 مدل شما میتونید سوختگیری کنید، رو دور کم، متوسط و زیاد. متاسفانه همه دارن نازل جایگاه تا جایی که جا داره فشارش میدن و فقط هوا داره میره داخل باک خودرو. چه ساعتی از روز باید سوختگیری کن؟ یکی صبح و یکی شب، چون هوا سردتره، بنزین متراکمتر و غلیظتره. مورد دوم، بهترین زمان برای سوختگیری زمانیه که باک شما نصفه باشه، چون هوای کمتری میره داخل باک خودرو شما. و مورد آخر، هر زمان خواهشاً آقا جان خواهش کردم لطفاً هر زمان تانکر سوخت داخل جایگاه اینی که داره سوخت یک جایگاه رو شارژ میکنه به هیچ عنوان سوختگیری نکنید. چرا؟ چون حالا هر مقدار از بنزین قبلی که مونده و ته منبع به حساب، حالا اون مقدار زنگ، آشغال، هر چیز از شما با بنزین جدیدی که دارن شارژ میکنن میزنی میره داخل خودرو، باعث کیپ شدن صافی بنزینه، سوزن انجکتور و درد